از این بلندتر خانم نمیتونم. آزادی. ما کشوری هستیم که خانواده های مختلف سیاسی دارن. راست داریم، چپ داریم، مشروطه خواه داریم، جمهوری خواه داریم، ملی مذهبی داریم، جبهه ملی داریم، کمونیست داریم، مجاهد داریم. اما همه ما ایرانی هستیم. امیدوارم همین آزادی تجمعی که ما اینجا توی مملکت آزاد داریم همین حق رو یک روزی هر چه زودتر تو کشور خودمون داشته باشیم. Stay down. اساس اولیه دموکراسی حق هر انسانی است به حق رأی. یک فرد یک رأی. یک فرد و دفاع از حق اون رأی، حتی اگر رأی کاملا مخالف بر ما یا دیگری باشه. که 30 سال آزگار تحت ستم کرده، امروز بالاخره چشم جهانیان به شکل بی سابقه ای نسبت به وضعیت کشورمون و سرنوشت هم‌میهنانمون باز شده. با دقت به اولویت‌ها، با یک انضباط جمعی، تنها یک شعاری که همه ما رو، حتی اگر بین ما اختلاف سلیقه باشه که هست، حتی اگر در میان ما تفاوت ایدئولوژی سیاسی باشه که هست، اما بیاین کشوری رو از نو آباد و آزاد بکنیم که هیچ ایرانی تو مملکت هرگز دیگر در تاریخ کشورمون مورد کوچکترین تجاوزی، مورد کمترین اهانتی در آزادی و برابری کامل پا به پای یکدیگر از هر مذهب و مسلک و طیف و جایی که باشن تو اون کشور با صلح و صفا زندگی بکنن.